علتهای مرگ رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران. بالگرد حامل آقای رئیس جمهور و همراهانشون در اینجا دچار سانحه شده. دعوت مردم ایران با آرامش توسط رهبر ایران. خدمتگزاری اونها و تلاششون برای کشور نعمت بزرگی است. و تصاویر آخرین لحظه های زندگی ابراهیم رئیسی و تیم همراهش در آذربایجان. هشتمین رئیس جمهور ایران اسلامی شد. این تصاویر آخرین تصاویر رئیسی رئیس جمهور ایران است که برای افتتاح چندین پروژه با استان آذربایجان می رفت. در این تصاویر رئیسی همراه با تیم کاریش است که برای افتتاح چندین پروژه با استان آذربایجان می رفت. این تصاویر اولین تصاویری است که توسط پهپادهای شببین ترکی کشف گردید تا مقامات ایران توانستند محل حادثه را تشخیص و به آنجا برسند. اینجا که می‌بینید دقیقاً محل سقوط این بالگردیه که متاسفانه اینجا سقوط کرده. این تصویری است که معاون اول رئیسی و تیم همراهشان در محل حادثه رسیدند. و تصاویر نشان می‌دهد که تیم‌های امداد ایران شب تا صبح برای جستجوی محل حادثه بودند تا اینکه پهپادهای ترکی توانستند محل حادثه را پیدا کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران از زحمات هشتمین رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه آن کشور قدردانی نمود و از مردم ایران خواست برایشان دعا نمایند. وی همچنین گفت در عرصه دولتداری این کشور هیچ کدام مشکلی به وجود نمی آید و مردم باید آرامششان را حفظ نمایند. همه چی انشاءالله مرتب منظم کارهای کشور پیش می رود. خدمتگزاری اونها و تلاششون برای کشور نعمت بزرگی است. وزارت خارجه ایران نیز بیانیه‌ای داد تا مرگ رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه‌اش را به گونه‌ای رسمی تایید نماید. این هم آخرین تصاویر از ابراهیم رئیسی و تیم همراهشان قبل از افتتاح پروژه در استان آذربایجان است. و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. صدق الله العلی العظیم. آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سالروز ولادت امام رضا علیه السلام هشتمین رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید. بالگرد حامل رئیسی و حسین امیر عبداللهیان بالگرد مدل بل 212 و ساخت شرکت بل آمریکا است. این بالگرد با طول 17 متر و ارتفاع 3 متر قابلیت جابجایی 14 سرنشین را داشت. سرعت کروز بالگرد بل 12 190 کیلومتر بر ساعت و شعاع پرواز آن حدود 450 کیلومتر است. این بالگرد 2 موتور قابلیت پرواز را تا ارتفاع 5000 متر از سطح زمین را دارد.
بیش از 1000 روز از دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گذشته بود، هلیکوپتر حامل او و همراهانش در حوالی ورزقان در آذربایجان شرقی ایران دچار سانحه و کشته شد و بدین ترتیب پرونده هشتمی رئیس جمهوری ایران بسته شد. او در بین رؤسای جمهوری اسلامی بعد از علی رجایی و ابوالحسن بن صدر کوتاه‌ترین دوره ریاست جمهوری را داشت. بر اساس قوانین ایران اگر رئیس جمهور آن کشور وفات کند و یا توانی انجام وظیفه خود را نداشته باشد، معاون نخست رئیس جمهور جاگزین وی می شود. در حال حاضر محمد مخبر است و تا زمان برگزاری انتخابات جدید ریاست جمهوری ظرف 50 روز این نقش را بر عهده خواهد داشت. حالا پهلوهای پنهان زیاد وجود دارد که چرا و چگونه چرخبال حامل رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران سقوط نمود. آیا دست قدرت‌های منطقه در این سانحه است یا که یک حادثه طبیعی بوده و بس؟ این هم آخرین تصاویر از ابراهیم رئیسی و تیم همراهشان قبل از افتتاح پروژه در استان آذربایجان است.